نمیشه که طرف بیاد با یه فاسقی، با یه انسان بعدی هم نشین باشه، بعد آینده درخشان خوبی رو برای خودش منتظر باشه. نمیشه که انسان کتاب بد بخونه، کتاب‌هایی با تفکرهای در حقیقت انحرافی بخونه، بعد داشته باشه که یه شخصیت خوب و کامل فردا از آب در بیاد. نمیشه که انسان با هر کانالی، با هر فضای مجازی در ارتباط باشه، بعد بگه من از اینو متأثر نشدم. بنابراین اگر میخوای بفهمی 5 سال آینده کی هستی و شخصیت چی میشه، نگاه کن همنشینات کیا هستن، نگاه کن کتابایی که میخونی چه کتابایی هستن، نگاه کن با چه فضاهای مجازی در ارتباطی. تو اونی 5 سال آینده میانگین این ستایی، تو یکی از اینا در میای. اما راهکارش همنشینی و مصاحبت با دوستان خوب، همنشینان خوب، مجلس‌های دینی خوب، نهضت‌ها و حرکت‌های اصلاحی خوب. اینا میتونه تو رو عوض کنه، میتونه در تو تغییر بیاره. یه زمانی یه عزیزی اومد به من گفت که من نماز میخونم 2 روز 5 روز خوبم، بعد 2 مرتبه باز ویل میکنم، چیکار کنم؟ مثلا ببین، برای اینکه یک ورزشکار بماند و اون قوتی که در بدنش داشته رو روز به روز از دست نره و اون قهرمانی رو که به دست آورده رو از کف نده، اون باید یه کارایی بکنه. چیه؟ باید دوست ورزشکار داشته باشه، همنشینی داشته باشه ورزشکار، یه رقابت باید ایجاد کنه. از همنشین انسان رنگ میگیره، طبایع انسان از همدیگر بخوایم یا نخوایم متأثر میشه. همنشینی انسان رو عوض میکنه. ببین تو میخوای 5 سال آینده چی باشی؟ 5 سال آینده تو قرار چه شخصیتی از خودت درست بکنی؟ این خیلی چیز گنگ و مبهم و پیچیده ای نیست که من نمیدونم 5 سال آینده چی میشم. چرا؟ خیلی راحت میتونی بفهمی. 5 سال آینده تو کی هستی الان نگاه کن. دوستات کیان؟ کتابایی که مطالعه میکنی چه کتابایی هن؟ و اون کانال های تلگرامی و فضاهای مجازی که با اونها در ارتباط هستی اونا کیا هستن؟ 5 سال آینده تو میانگین اینایی، میانگین رفیقایی که الان باشه سر کله میزنی. تو بخوای یا نخوای، تو بدونی یا ندونی، این فضا رو تأثیر میذاره، این فضا تو رو عوض میکنه. رسول پاک علیه السلام مثال زد. یه فردی میره توی مغازه آهنگری، اگر اخگرهای آتش بر لباس و بدنش نیفته، خیلی شانس بیاره و نسوزه، اون بوی تفت و دود و اون فضا روش تأثیر گذاشته، اون بخواد یا نخواد. و اینو خیلی راحت میتونن تشخیص بدن. بره 100 متر 200 متر اون طرفتر، هر کی ببینه میگه کجا بودی. دیگران میتونن تو وجودش اینو تشخیص بدن و خودش چون به اون بوه عادت کرده شاید نفهمه. همینطور مغازه عطر فروشی وقتی شما بری، خب اگه عطری هم به لباست نزنه، اون فضای عطر فروشی رو اثر میکنه. یه بنده خدایی میگفت، حالا کارش هم خیلی جالب نبوده، میگفت من این کشوری رفتم اونجا عطر فروشی زیاد بود، صبح به صبح یه مغازه عطر فروشی میرفتم، عطرها رو فقط قیمت میکردم. خب اون عطر فروشه برای اینکه عطراشو بفروشه یه دوتایی میاره چک کنه، یکی میزنه به لباسش، میگه اونو که میزد خوب بود، تا شب دیگه همون عطر بود، دیگه لازم نبود من عطر بخرم، هر روز یه جای جدیدی میرفتم، عطرم نمیخریدم. ببین همنشین عطر فروش داشتن خاصیتش اینه، همنشین آهنگر داشتن خاصیتش اینه، تأثیر رود میذاره. تو بخوای یا نخوای، بفهمی یا نفهمی، این تأثیر رو گذاشته رود، تو رو عوض کرده، تو رو یکی رو مثل خودش کرده. بنابراین اگر میخوای بفهمی 5 سال آینده کی هستی و شخصیت چی میشه، نگاه کن همنشینات کیا هستن، نگاه کن کتابایی که میخونی چه کتابایی هستن، نگاه کن با چه فضاهای مجازی در ارتباطی. تو اونی 5 سال آینده میانگین این ستایی، تو یکی از اینا در میای. این کار شانس و اتفاق نیست. یه شبهی یه نفر مثلا شوی آدم خیلی خوب و مثبت یه دفعه‌ای، نه این نشده، این تراکم چندین ساله‌ای بوده، ارتباطی بوده با افراد و محیط‌های مختلف تا این ساخته، به این صورت اینو ساخته.
یا یه انسان منفی و انسان ما رو به عنوان یه بزهکار و به عنوان یه مفسد و به عنوان یه معضل اجتماعی میشناسیم، این یه شبه اتفاق نیافتاده. بیا از خودش سوال کنیم، بیا از کجا شروع کردی؟ رفیقات کیا بودن؟ تو چه مجلسایی سر کله میزدی؟ شباتو کجا میگذروندی؟ با کیا بودی؟ این چندین سال به یه ترتیبی زندگی کرده، با یه افرادی نشسته، با یه مجلسایی در ارتباط بوده، حالا شده این که گاهن این دست افراد میخوان برگردن اما نمیتونن برگردن، چون انسان گاهی اوقات پا توی ورطه های میذاره، پا توی محیط های میذاره، ابتداش با اوناست، شروعش با اونه، اما آخرش دست اون نیست. یه وقتایی از طرف میره بعد میخواد برگرده، اما پل پشت سرشو طوری خراب کرده که برگشتشم محال جلوه میکنه، الا ماشاء الله، مگر خود الله تعالی بهش فضلی بکنه بتونه برگرده. برای مواظب باش.